میدونستید سرزمینمون ایران یکی از نخستین زادگاه‌های تمدن بشری در جهان بوده؟ بعد از تمدن هخامنشیان معمولاً ما تمام اقوام‌های ایران رو میشناسیم، اما آیا در مورد اقوام قبل از دوره هخامنشیان اطلاعاتی دارید؟ در این ویدیو شما را به سفری کوتاه اما پرهیجان در دل هزاران سال تاریخ میبریم، از انسان‌هایی که در پایان عصر یخبندان در فلات ایران ساکن شدند تا شکلگیری نخستین روستاها، کشاورزی و تمدن‌هایی مانند ایلام و مادها و در نهایت طلوع قدرتی بی سابقه به نام هخامنشیان. اگه به تاریخ تمدن‌های باستان و ریشه‌های شگفت‌انگیز ایران جان علاقه‌مندید، این ویدیو رو از دست ندید. با ما در کتاب تاریخ همراه باشید.